حالا برای اینکه چسب رو بریزیم، ببینید عمود چسب رو میگیریم روی جا چسبی و 1 تا 2 قطره میریزین تا این جا چسبیه پر بشه و با استفاده از یه پد مخصوص در چسب رو کامل تمیز کنید و فشار بدین چسب رو تا اون چسب اضافه قشنگ تمیز بشه و در چسب رو ببندین و بزنین یه جای ثابت بمونه. خب میایم از بلندترین سایز، یعنی سایز این ایزوله کردن همیشه روی چشای مانکن از چشای آدم سخت‌تره، چون شما قراره روی مژه‌های مصنوعی اکستنشن انجام بدین. ببین موژه اسپایکی تا 1/3 میره توی چسب. به زاویه دست من نگاه کنید، چون میخوام گوشه بیرونی کشیده تر بشه. میرین 1 میل از موژه فاصله میدم، پنس رو رها میکنم و به موژه تا قبل از خوش شدن فرم میدم که به سمت گوشه بیرونی بره. خب دوباره سعی کنیم برای افکت های گربه‌ای به صورت کتابی کار کنیم و این آخر چشم رو که دوچار افتادگی میشه رو کار نکنیم. مثلا موژه‌های مصنوعی اگه دیدیم نمیشه و اینا ناامید نشید، چون ماهایی هم که داریم چند سال کار میکنیم برامون دوچار خطا میشه، چون بالاخره موژه‌های مصنوعی کار کردن باشون اونم برای ایزوله سخت‌تر. خب این بر سایز 12، این سایز 12 رو کار میکنیم. خب از این ور انگشتمون برای ایزوله کردن استفاده میکنیم. تایم مکس میدیم و اجازه میدیم که خشک بشه. بستگی به چسبی داره که شما دارین استفاده میکنید. اگه چسبتون نیم ثانیه بود 1 لحظه مکس کافیه. ببینید اگه روی موژه اینجوری گوله چسب اومد، اینو کلا بذاریدش کنار، چون اینجوری گوله چسب بودن به موژه احساس چسب بودن میده و کار شما رو خراب میکنه. بذارید کنار و ایزوله بکنید. ببین تا 1/3 میره توی چسب. نوک موژه رو میچرخونیم به سمت گوش و رها میکنیم. توی مپ گربه‌ای انتهای چشم رو با زاویه 180 درجه نصب میکنیم، یعنی نوک موژه باید به سمت گوش باشه. تا قبل از اینکه چسب خوش بشه باید به موژه‌تون زاویه بدین که به صورت 180 درجه توی مپ گربه انتهای گوشه چشم وایسته. ببینیم برای ایزوله کردن با پنس بسته میرین تو کار، موژه رو ایزوله میکنین و اسپایکاتون رو بر میدارین و تا 1/3 میبریدش توی چسب. خب چون مرکز چشم رو داریم ما توی مپ گربه‌ای نصب میکنیم، به صورت 90 درجه به پلک نصب میشه. تایم مکس میدیم و بعد پنس ایزولمون رو رها میکنیم. ببینید با پنس بسته وقتی بریم توی کار راحت تر میتونیم موژه ها رو ایزوله بکنیم.
چون مرکز چشم رو داریم نصب انجام میدیم به صورت 90 درجه به پلک نصب میشه و تا قبل از اینی که موژه خشک بشه چسب یعنی خودش رو بگیره باید به موژه زاویه بدین، تایم مکس بدین و بعد پنسه ایزولتون رو رها کنین. ببینید با پنسه بسته میریم توی کار، موژه رو ایزوله میکنیم، اسپایک درست میکنیم، طبق همون مپی که گذاشتین حتما سایز موژه‌تون رو بردارین و چون گوشه بیرونی چشم به سمت زاویه 180 درجه میره پس ممنوع که موژه رو به سمت گوش میچرخونیم. خب دوباره با پنسه بسته میریم تو کار، موژه رو ایزوله میکنیم، طبق سایزی که توی مپ گذاشتیم اسپایکامون رو برمیداریم تا 1/3 میبریم توی چسب و به صورت زاویه 180 درجه انتهای چشم رو کار میکنیم و تا قبل خشک شدن چسب باید به موژه زاویه بندی کنیم. تایم مکس میدیم و با پنسه بسته دوباره میریم تو کار و موژه رو ایزوله میکنیم. هرچی از گوشه خارجی چشم به مرکز چشم میریم زاویه از زاویه 180 درجه کمی زاویه کمتر میشه. یعنی الان ببینید توی قسمت سایز 12 ما از 180 درجه کمترش میکنیم، میشه مثلا حدودش 120 130 اینطور چیزی میشه. ببینیم مایل هست به سمت گوش ولی زاویه کمتر دیگه میشه از 180. اون چسبی که روی موژه بود خودش رو نگرفت و باعث شد که کار من خطا بده. اشکال نداره، دوباره اسپایک میزنیم و موژه‌مون رو ایزوله میکنیم و نصبمون رو از رو انجام میدیم، تایم مکس میدیم و میریم سراغ ایزوله بعدی. چون قراره که ما افکت گربه‌ای داشته باشیم پس به صورت کتابی از انتهای چشم کار میکنیم تا به ما یک کشیدگی خیلی قوی بده. اون تقریبا وسط چشمه، نیم میل فاصله ریشه رو رعایت کنید. خب اگه دیدین جای چسبندگی داده همون لحظه جداش کنید، چون اگه بعد خشک بشه دیگه مکافات میشه براتون. چسبتون هم هر 15 دقیقه یه بار تمدید کنید، یعنی یه قطره بریزید توی جا چسبی. ببینیم میریم تو کار، پنس رو باز میکنیم تا 1/3 توی چسب و تقریبا چون مرکز چشمه به صورت 90 درجه به پل کار میکنیم. جایی که چسبندگی بود حتما همون لحظه جدا کنیم. سعی کنیم موژه رو درست ایزوله کنیم. اگر رو هم باشه ایزولتون اشتباه میشه.